در فرودگاه شهر چلیابینسک روسیه کارمندان باجخانه از یک زن مسافر از تاجیکستان که با خود 2 سومکه پر از بار داشت منع کردند. این زن اصرار می‌ورزید که این همه را همچون توفه برای دوستانش آورده ایستاده است، ولی کارمندان باجخانه مال‌های از بغاج او یافت شده را همچون مال‌های تجارتی دانسته مصادره کردند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات باجخانه چلیابینسک، یک زن مسافر 29 ساله که از تاجیکستان به چلیابینسک آمده بود تلاش کرده است که با 2 سومکه پر از بار توسط رورو سبز گذرد. با گذشتن از رورو سبز مسافران نشان می‌دهند که چیزی برای اعلام کردن در باجخانه و گمرک ندارند. کارمندان باجخانه فرودگاه چلیابینسک این مسافر را منع کرده بغاج او را که وزن عمومیش 37 کیلو را تشکیل میداد تفتیش کردند. در جریان تفتیش معلوم شده است که این جوانزن با خود 38 جای نماز، 49 رویمال و 100 تسبیح داشته است. او در صحبت با کارمندان باجخانه پایفشاری کرده است که این همه را همچون توفه برای دوستانش میبرد، اما کارمندان باجخانه به این توضیح او باور نکردند و خلاصه دادند که مال‌های گرفته شده از این زن تاجیکستانی مال‌های تجارتی است و او میبایست قبل از وارد کردن آنها به قلمرو روسیه مال‌هایشان را توسط اعلامیه گمرکی نشان میداد. نسبت به این زن با اتهام کوشش قاچاق مال‌ها به قلمرو روسیه پروتکل مأموری ترتیب دادند و او برای این کار جریمه تعدیل میکند. البته جای نماز و رویمال و تسبیح‌های از او گرفته شده را نیز میتوانند مصادره کنند. در همین حال یک مهاجر تاجیک مقیم روسیه روز 8 نوامبر به پایگاه خبری بامداد گفت که بارهای این زن مصادره شده اصلا برای تجارت نبود. همسر من به زیارت حج رفته است، از بس که پایش درد میکند با خود از مکه و مدینه آوردن توفه ها مشکل بود. به همین خاطر ما توفه ها را در تاجیکستان فرمایش دادیم و این خواهر که با 2 فرزندش به روسیه می آمد راضی شده بود که با خود این توفه ها را بیاورد. متاسفانه در فرودگاه همش را گرفتند. این مال ها همش برای کار سوا بود، نه برای تجارت، نقل کرد همصحبت بامداد.